سرخط مهمترین خبرها: کارمند تلویزیون را ابلاغ کردند. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت در نزاع مرزی با تاجیکستان 6 کس زخمی شده است. و رئیس جمهور به وادی زرافشان رفت. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 14 اپریل است. نشر یک نوار دیگر در شبکه‌های اجتماعی بحث ابله را بار دیگر داغ کرد. روز 13 اپریل نخست در اینستاگرام و بعدا در فیسبوک نوار بازداشت یک جوان نشر شد. در نوار دیده می شود که 3 نفر یک جوان را به زوری در ماشین شرکت رخش تاکسی سوار می کنند. جوان بازداشت شده های مردم گفته داد می زد. کسی از اطرافیان به این قضیه توجه نمی کرد. رادیوی آزادی معلوم کرد که جوان بازداشت شده شاهرخ اسماعیل کارمند تلویزیون دوشنبه می باشد. بعضی همکارانش گفتند که این نفر را به صف ارتش فرستادند. مقامات هنوز به این نوار واکنش نکردند. از موسم دعوت بهاری جوانان به ارتش 2 هفته می‌گذرد، ولی در این مدت چندین نوار بازداشت جوانان از کوچه ها ثبت شده است. از جمله آغاز هفته بلاگر تاجیک دلیر امامعلی نوار بازداشت و زوراً به ماشین سوار کردن یک جوان را از نزد دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان نشر کرد. حادثه بازداشت جوان از نزد دانشکده و هم بازداشت روزنامه‌نگار در نزد کنایه تئاتر وطن در فاصله 100 متر از هم جایگیر شدند. احاطه‌گیری یا ابلاغ از مشکلی‌هایی است که در هر موسم دعوت رسانه‌ای می‌شود، اما مقامات اکثر وقت جای داشتن ابلاغ را رد کرده گفتند که بیشتر جوانان با خواهش خود به خدمت می روند. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت تا شام 13 اپریل 3 نفر دیگر برای دریافت یاری طبی مراجعت کرد که در نتیجه نزاع در مرز با تاجیکستان جراحت برداشتند. به اطلاع خدمات مطبوعاتی وزارت جمعاً 6 کس برای کمک طبی مراجعت کرده است. 2 نفر آنها بعد رسانیدن یاری طبی از بیمارخانه رخصت شدند. در حال حاضر 4 کس در بیمارخانه ناحیه لیله قرار دارند که 2 نفرشان نظامی هستند. همه آنها به گفته وزارت زخمی تیر دارند. شام 12 اپریل در مرز تاجیکستان با قرقیزستان در بین دهه خسته‌ورز ناحیه بابوجان غفوروی سوخت و دهه بارباردوک ناحیه لیلکی بادکن تیرپرانی صورت گرفت. مقامات تاجیک گفتند که در تیرپرانی شام سه‌شنبه سرژانت زائر سید عمروی 27 ساله از ناحیه دوستی ولایت ختلان جان باخت. حالا به شهر کولوب می رویم و درباره دختر جوان به شما نقل می کنیم که در یک مسابقه غالب آمده به شهر لندن سفر می کند. آمینه خدای قلوب با تشویق پدرش تلاش دارد که صاحب معلومات شود و در جامعه موقع خود را پیدا کند. همکارم محمود جان رحمتزاده با آمینه و نزدیکانش صحبت کرده این گزارش را آماده کرد. این مرد تلاش دارد دختر 14 سالش را به خواندن و آموختن زبان تشویق کند. در جامعه محافظه‌کار تاجیکستان و به خصوص در ناحیه‌های دوردست نه همه مرد می‌تواند چنین کار را برای دختر خود انجام دهد. حالا عزت الله خدایقلوف با دخترش برای گرفتن شناسنامه خارجی مشورت دارد. آمینه 14 ساله نخست فرزند عزت الله است. او در صنف 8 لیسه دولتی رقم 1 ناحیه واسط تحصیل می‌کند. پدر برای خواندن دختر همه تلاشش را کرده است. دختر است برای مقصد که زندگیشون پیش بردن سواد در کار برای فرزندهای خودشون هم تربیت کردن با آنها سواد در کار خواندن در کار. روز 26 مارس آمینه خدایقلوف از زبان انگلیسی در آزمون تینیگل آنلاین اشتراک کرده جای اول را گرفته است. حالا او به دوره نهایی المپیاد را خط گرفته قرار است به دانشگاه برنلی شهر لندن انگلیس سفر کند. نمیدونم دیگه چه خیلی بود نبود. ای دخترم ده من بسیار خوشحال شدم که کوشش کنم. اگر دختری من میگفت که من نمیرم من یگان چی میکردم من کوشش میکردم دخترم روان میکردم. یگان عقب کشی نمیکردم من هی کرده. اینجا صنفخانه الهیده آمینه خدایقلوف با همسبقانش است. خوانندگان این صنفخانه هم از زبان انگلیسی می‌آموزند و برای المپیادهای بین المللی آماده می‌شوند. آمینه هم در قطار دیگر همسبقانش درس می‌خواند. او میگوید که با اراده قوی با دستگیری پدر و مادر و استادان با دلی پر در این آزمون شرکت کرد. در خانه اصلا پدر و مادرم بیشتر دستگیری میکنن. میگن که شما دختر باید خواند تا در آینده یک شخصی خوب شوید و به جامعه خدمت کنید.
همسبقانش از رخصت گرفتن آمینه به دانشگاه برنل خوشحالند. آنها با همدیگر کمک میکنند تا در آزمونها غالب آیند. پسران میگویند که آنها بین دختر و پسر در دانش از خودکنی فرقیت نمیگذارند. و آنهایی که به آمینه حسودی میکنند برعکس آنها باید خودشان عوض کرده باز اثر نو با قوه جدی و با قوه نو برخیزند و خود را هم مثل آمینه کنند. دوره نهایی المپیادا که در آن آمینه شرکت میکند از 31 ایول تا 7 آگوست دوام میکند. آمینه آموختن زبان انگلیسی را با تشویق پدر از 9 سالگی شروع کرده است. در یک کنج خانه اتاق درس تیارکنی برای فرزندانش ساخته است. عزت الله خدایقلوف خود که دکتری دندان است، دخترش را نصیحت میکند که در جامعه نمونه باشد. نمونه‌ای که به گفته‌اش در جامعه محافظه‌کار تواند دختران را به خواندن دعوت کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه وسیع. صبح امروز رئیس جمهور امام علی رحمان به وادی زرافشان سفر کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت در صحبت به رادیوی آزادی گفت امام علی رحمان نخست به ناحیه عینی و بعداً به شهر پنجکن سفر میکند. سفر رئیس جمهور تا 17 اپریل ادامه خواهد کرد. قرار است پرزیدنت چند انشاءات و کارخانه ها را افتتاح کرده در کنسرت کلان در شهر پنجکن هم شرکت کند. خوانندگان در شهر پنجکن 10 روز باز به این آمادگی دارند. کاربر قبلا با ارسال چند نوار به رادیوی آزادی گفته بود چند وقت با صدها نورس به جای تحصیل در یک ورزشگاه پنجکن برای پیشواز پرزیدنت کشور آمادگی می‌بینند. چون این تمرین ها در چند شهر و ناحیه دیگر سوقت هم ادامه داشته است. جلب جوانان برای تجلیل از جشن و معرکه ها در تاجیکستان سالها باز معمول است. مقامات را برای دور کردن خوانندگان از تحصیل و جلب اجباری آنها به مارشیروفکا پیوسته تنقید میکنند. نشریه ماسکوف تایمز با استناد به مسئولان وزارت مالیه روسیه خبر داده است که خرج رسانه‌های دولتی آن کشور بعد آغاز حمله مسلحانه به اوکراین یک بار افزایش یافته است. طبق آمار در 3 ماه اول سال روان برای رسانه‌های دولتی روسیه تقریباً 17.5 میلیارد روبل جدا شده است که نظر به همین دوره سال گذشته 3 برابر بیشتر است. حدود 12 میلیارد روبل تنها در ماه مارس سال روان جدا شده است. همچنین خرج‌ها به ارتش روسیه نیز 11% بیشتر گشته است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 اپریل را فرا می‌گیرد. 14 اپریل سال 1951 در دوشنبه اکادمی علم‌های تاجیکستان تأسیس شد که اولین پرزیدنت این مؤسسه علمی نویسنده و دانشمند معروف صدرالدین عینی گردید. مؤسسه مهمی علمی و تحقیقاتی برای رشد علمی شوروی در بسیار ساحه‌ها از جمله طب، کیمیا و بیولوژی، ادبیات و زبان تاجیک، ستاره شناسی، کشاورزی و غیره خدمت کرده است. این مؤسسه هم چون یک ستون مهمی ساختار شوروی تحت تاثیر ایدئولوژی حکومت عمل می‌کند. 14 اپریل سال 2014 دادگاه عالی تاجیکستان با یک قرارش گروه دولت اسلامی و سازمان جبهت النصره را سازمان‌های تروریستی و ممنوع شده در خاک تاجیکستان اعلام کرد. این زمانی بود که خبرها از پیوستن ده‌ها شهروند تاجیکستان و اعضای عائله‌های آنها به این گروه فعال در قلمرو سوریه و عراق رسانه‌ای می‌شد. تاجیکستان برای شرکت شهروندانش در جنگ‌های خارجی مجازات سنگین تعیین کرد و بعد این 10 نفر با این اتهام پشت پنجره رفتند. مقامات گفتند نه کمتر از 2000 شهروند تاجیکستان در هیئت داعش در خاورمیانه کشته شدند. 14 اپریل سال 1916 در شهر قوقند آهنگساز معروف شوروی سلیمان یوداکوف تولد شده است. اسم او چون مؤلف آهنگ گیمن تاجیکستان شوروی و بعداً سرود ملی تاجیکستان صاحب استقلال در تاریخ موسیقی تاجیک ثبت شده است. این آهنگ با متن ابوالقاسم لاهوتی سال 1944 ایجاد شد و بعد سال 1997 با متن گلنظر کلدی نو کرده شد. او 74 سال عمر دید و سهمش را در رشد موسیقی تاجیکی بی‌نظیر ارزیابی می‌کنند. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته کمی پایین رفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 140 تا 151 سامانه عوض کرده می شود. قرب دلار آمریکایی باشد کمی بالا رفته $100 در بانک‌ها به 1240 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 اپریل چنین است.
بیننده عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برنامه بعدی ما 2 ساعت بعد تقدیم شما می شود. تشکر که با ما هستید.